خب بریم سراغ سری موعظه هایی که امسال تصمیم گرفته شده که در روی این مطالب صحبت بکنیم. شاید برای برخی از شما جدید باشه، برای برخی از شما قدیمی باشه. برای همینم سعی کردم که جوری صحبت بکنم که به درد همتون بخوره. منتها این سریال های تلویزیونی این حالا بخش دومشه. برای اینکه بخش اول رو بدونید چه خبر بود لازم هستش که من یک مقدار به عقب برگردم، ولی زیاد به عقب بر نمیگردم. در صحبت‌های قبلی خودم با شما در مورد خلقت براتون صحبت کردم و بهتون گفتم که ببینم آیا چیزی در اونجا میاد. این ور خواهد اومد. خب چقدر خوب، من باید این ور رو نگاه کنم. اشکال نداره، مسئله این نیست. فقط اگر اون اسلاید اول منو بیارید که تاریک یه دونه سیاهه، یه دونه بزن. آها، حالا من که صحبت میکنم شما آروم آروم همونجور بزن بیاد بالا تا برسیم به بالا و بریم پایین. خب برای شما گفتم که خداوند وقتی که آفرینش رو انجام میداد، خداوند میگه که و خداوند آسمان ها و زمین رو آفرید و زمین تهی و بیشکل بود مثل اون نقطه سیاه، یعنی کاملا بی نظم بود تمامی خلقت. و بعد میبینیم که خداوند در روزهایی که در خلقت وجود داره که مراحل خلقت رو نشون میده، شروع میکنه در این بی نظمی نظم به وجود آوردن. نقطه سفید نظمی که به وجود میاد و دیدیم که میگه که در مقاطع عرب بود و بکر بود روز اول و بعد میره روز دوم عرب بود و بکر بود و همینطور میزان نظم در بی نظمی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه تا میرسیم به روز ششم که در روز ششم تماما دیگه نظم در خلقت خدا وجود داره، قوام در خلقت خدا وجود داره و اونجا دیگه می ایسته. این شب و شام بود و صبح بود، عرب بود و بکر بود و از اونجا به بعد خداوند وقتی که نگاه میکنه میبینه که هنوز ادامه نده اون رو، خداوند نگاه میکنه و شالوم در وجودش میشینه، برای اینکه دقیقاً همون چیزی که در ذهن خدا بود الان در مقابل چشم خدا وجود داشت. خداوند مطابق آنچه که در ذهنش تحریزی کرده بود الان خلقت رو انجام داده بود و بعد انسانی که آفریده شده بود قرار بود کار این خلقت رو انجام بده، بر این خلقت یه جورهای مدیریت انجام بده و بر اساس آن اراده آزادش یهو میبینیم که انسان متاسفانه رابطه خودش رو با خدا قطع میکنه و با قطع شدن رابطه انسان و خدا از همدیگه میبینیم که انسان به این نظم کاملی که وجود داره در خلقت ویروس بی‌نظمی رو وارد میکنه و بعد میبینیم که حالا ویروس بی‌نظمی همینطور داره پیش میره که دوباره دنیا رو در بی‌نظمی کامل قرار بده. خلقتی رو که خدا انجام داده بود و این خلقت کامل بود و این خلقت کاملا در نظم و قوام قرار داشت، میبینیم که این ویروس بی‌نظمی کماکان ادامه میده که خلقت خدا رو خراب بکنه. ولی خدا در اون محبت خودش میبینیم که نقشه نجات داره و وقتی که به کلام خدا نگاه میکنیم میبینیم که خدای حاکم در حاکمیت خودش تمامی نقشه خودش رو در روی شخصیت مسیح موعود برقرار میکنه که در مقطعی باید ظاهر بشه و چیکار بکنه؟ این خلقت رو نجات بده، از جمله انسان رو نجات بده. این اون چیزی هستش که من دفعه گذشته برای شما صحبت کردم. خب عیسی مسیح در رابطه با اینکه کی این مسیح موعود باز خواهد گشت که موضوع صحبت‌های ما امسال هستش، در مقابل سؤال شاگردان جواب قطعی نمیده به اینکه کی این اتفاق خواهد افتاد و علتش هم کاملا مشخصه. برای اینکه میخواد به شاگردان، به ما، به اونها انگیزش بده که باید برای آمدن این مسیح موعود خودشون رو چیکار بکنن؟ آماده نگه دارن. ولی یک سری نشانه ها به اونها میده که این نشانه ها مثل زنگ خطر هستش که اونها رو بیدار نگه داره، اونها رو برای بازگشت مسیح
آماده نگه داره و در این حال امید مبارکه. اگر اون چیزها رو که دیدید ویروس بی‌نظمی رو همینطور ما ادامه بدیم، پس میگیم که تمامی دنیا دیگه از کنترل خدا و خارج شده، ولی از کنترل خدا خارج نشده. کماکان خدا حاکمیت خودش رو روی تمامی خلقت خودش داره و در اون پیشدانی خودش مسیح موعود برای نجات خلقت باز خواهد گشت. وقتی که به عهد عتیق نگاه میکنیم، بیش از 333 پیشگویی در رابطه با اینکه مسیح خواهد آمد برای نجات در کلام خدا میبینیمش که بیش از 100 از این پیشگویی ها در ظهور اولیه عیسی مسیح اتفاق افتاد، زمانی که جسم شد و در تاریخ انسان آمد و شروع کرد عمل انجام دادن و مصلوب شدن. ولی 2/3 دیگه پیشگویی ها قراره که اتفاق بیفته در اون بازگشت ثانویش. انبیای عهد عتیق که این پیشگویی‌ها را انجام میدادن، بین آمدن اولیه عیسی مسیح و آمدن ثانوی عیسی مسیح اینها رو از همدیگر متمایز نکردند. نمونه‌هاش من آیاتشو بهتون میگم ولی نمیخونم. در اشعیا فصل 7 میبینیم، در اشعیا فصل 9 میبینیم، در اشعیا فصل 53 میبینیم و همینطور در زکریا بر فصل 14 میبینیم که در اونجا پیشگویی ها هست از ظهور مسیح. ولی اگر دقت بکنید اینها رو از یکدیگر جدا نکردن که ظهور اولیش، ظهور ثانویشه و یه جورهایی محققین عهد عتیق، محققین یهودی عهد عتیق بر این باور بودن که 2 مسیح ظهور خواهد کرد، یک مسیح عذابکش اشعیا 53 و یک مسیح پیروز که در زکریا میبینیم که در اون پادشاهی خودش خواهد اومد. در حالی که 2 مسیح نبود. آنچه که اینها نتونستن تشخیص بدن اینه که یک مسیح ظهور خواهد کرد و کار هر دو رو همون مسیح انجام خواهد داد و میبینیم که در اشعیا 53 مسیح در ظهور اولیش اون پیشگویی رو جامعه عمل پوشوند و مال زکریا فصل 14 هم در ظهور ثانویش بهش جامعه عمل خواهد پوشوند. ببینید کتاب مکاشفه در رابطه با بازگشت ثانوی عیسی مسیح که در فصل 19 داره صورت میگیره، از آیات 11 تا 16 چی میگه؟ یوحنا میگه و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سوید که سوارش امین و حق نام دارد و به عدالت داوری و جنگ می نماید و چشمانش چون شعله آتش و بر سرش تاجهای بسیار و اسمی نوشته شده دارد که جز خود است هیچ کس آن را نمی داند و جامه‌ای خون‌آلود در بر دارد و نام او را کلمه خدا می خوانند و لشکرهایی که در آسمانند بر اسبای سفید و به کتان سفید و پاک آراسته از عقب او می آمدند. از دهانش شمشیری تیز بیرون می آید تا به آن ملتها را بزند و آنها را به عصای آهنین حکمرانی خواهد نمود و او چرخشت شراب غضب و خشم خدای قادر مطلق را زیر پای خود می افشرد و بر لباس و ران او نامی نوشته شده است، یعنی پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان. پس می‌بینید که از اون مسیحی که محبت کنید، دشمنان را ببخشید و تمامی اون مسیحی که مظلوم شد در روی صلیب، هر کاری که هر تهمت، هر افترا، هر توهینی که لازم بود بهش، یعنی از دستشون برمی اومد بهش میکردن، از اون مسیح دیگه خبری نیست. آنچه که در اینجا داریم میبینیم مسیحی هستش که برای داوری میاد، مسیحی هستش که برای انتقام داره میاد، مسیحی هستش دیگه میگه نجات تمومه، وقت نجات تمومه، برای اینکه داوری شروع میشه. ولی سوال اساسی شاگردان و سوال اساسی ما کماکان سر جای خودش باقیه. این امر کی اتفاق قراره بیفته؟ مسیح در رابطه با این بازگشت ثانوی خودش چه علائمی، چه نشانه هایی رو مطرح میکنه که به کلیسا نشون بده که آیا زمان آمدنش نزدیک است یا نه؟ ما
دو فصل خیلی مهم در این رابطه داریم که خود عیسی مسیح در این زمینه صحبت میکنه و متی اون رو در فصل 24 و 25 انجیل خودش قرار داده که بعد از کتاب مکاشفه بزرگترین متنی هستش که از ادبیات نبوتی که براتون دفعه گذشته صحبت کردم که ویژگی‌هاش چی هستش، در اونجا ادبیات نبوتی در این دو فصل به کار رفته. ببینید در همون 14 آیه اول رو براتون میخونم. مسیح در اونجا داره چی میگه؟ پس عیسی از معبد بیرون شده برفت و شاگردانش پیش آمدند تا ساختمان‌های معبد رو به اون نشان دهند. عیسی ایشان را گفت آیا همه این چیزها رو نمی‌بینید؟ به راستی به شما میگویم در اینجا سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد که به زیر افکنده نشود. اتفاقا این در سال 70 میلادی اتفاق افتاد، زمانی که تیتوس ژنرال رومی که بعدها خودش قیصر شد حمله کرد به اورشلیم. اورشلیم رو قتل عام کرد، اورشلیم رو به ویرانه تبدیل کرد و معبد رو چنان خراب کرد که یک خرابه بود و در این خرابه 2 سنگ نمیدیدی که رو هم دیگه قرار گرفته باشه. خرابی تا این حد بود. و چون به کوه زیتون نشسته بودند شاگردانش در خلوت نزد وی آمده گفتند به ما بگو که این امور کی واقع می شود و نشان آمدن تو و پایان این عصر چی هست؟ عیسی در جواب ایشان گفت بپایید کسی شما را گمراه نکند. از آن رو که بسیاری به نام من آمده خواهند گفت من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد و جنگ ها و اخبار جنگ ها را خواهید شنید، اما مضطرب مشوید زیرا که وقوع این همه لازم است، لیکن پایان عصر هنوز فرا نرسیده. زیرا قومی با قومی و مملکتی با مملکتی به ستیز برخواهد خاست و قحطی ها و وباها و زلزله ها در جایهای گوناگون به وقوع خواهد پیوست، اما همه اینها آغاز دردهای زایمان است. آنگاه شما را به عذابها سپرده خواهند کشت، جمیع قومها به خاطر اسم من از شما نفرت کنند و در آن زمان بسیاری لغزش خورده یکدیگر را تسلیم نمایند و از یکدیگر نفرت گیرند و بسیاری انبیای دروغین ظاهر شده بسیاری را گمراه کنند و به خاطر افزونی گناه محبت بسیاری به سردی گراید، لیکن هر که تا به آخر صبر کند نجات یابد. به این بشارت پادشاهی در تمامی عالم موعظه خواهد شد تا بر همه قوم‌ها شهادتی شود، آنگاه پایان خواهد رسید. زمانی که عیسی در روی کوه زیتون که درست در مقابل معبد نشسته با شاگردانش داره صحبت میکنه و شاگردانش دارن از زیبایی و شکوه معبد که معبد دومه، معبد اول سلیمان خراب شد با حمله بابلی ها، حالا هیرودیس برای اینکه دل یهودی‌ها رو به دست بیاره که بیشتر بپذیرنش محبوب بشه بینشون، داره یه معبد جدید به وجود میاره که تقریباً رو به تموم شدنه و خیلی هم با شکوه، خیلی هم چشم گیره. حالا که نشستن و در مقابل اون، حالا شاگردان دارن میپرسن که علائم بازگشتش و پایان عصر کی هستش؟ و مسیح شروع میکنه برای اونها در این مورد صحبت کردن. ولی در صحبتهای عیسی مسیح ما با 2 هشدار بسیار مهم روبرو هستیم. اولین هشدار این هستش که عکس العمل دنیا بر علیه مسیحیان و ایمانداران بسیار خصومت آمیز خواهد بود. دنیا مسیح رو، انجیل رو، مؤمنین رو، مسیحیان رو دشمن خواهد دونست. و دومین هشدار اینه که قوم او باید برای آمدن مسیح خودشون رو آماده نگه دارن. اتفاقا در همین 2 فصل 24 و 25 مسیح 3 مثل داره مطرح میکنه که در هر 3 مثلش انگشت روی این میذاره که باید
خادمین باید کلیسا برای بازگشت او آماده باشه. در واقع این دو هشدار تار و پود تمامی این دو فصل رو در خودش داره. دشمنی دنیا با کلیسا نه فقط کمتر نخواهد شد، بلکه بیشتر و بیشتر خواهد شد. در 4 از آیه 4 تا آیه 20 در فصل 24 ما این رو خیلی خوب میبینیم که این دشمنی دنیا وقتی که به اوج خودش برسه، میرسه به مصیبتی که مسیح داره مطرح میکنه که تا حالا در تاریخ دنیا به هیچ عنوان اتفاق نیفتاده. مصیبتی بسیار عظیم. در آیات 21 تا 29 مسیح داره از اونها صحبت میکنه و میبینیم که اگر مسیح بر نگرده، این مصیبت پدر همه مردم رو در میاره و خدا رو شکر که مسیح با بازگشت خودش بر این مصیبت پایان میده. اگر بخواهید که بدونید در این زمینه کدوم متون صحبت میکنن، در مکاشفه از فصل 7 تا فصل 19 و همینطور در فصل 9 دانیال که در اونجا نبوت 77 است، میبینیم که در این زمینه صحبت داره کرده میشه. کتاب مکاشفه کتاب جالبی هستش. ما وقتی که نگاه میکنیم به کتاب مکاشفه، مسیح رو درش میبینیم که در اونجا چهره اصلی کتاب مکاشفه است. مسیح رو میبینیم که در مقام داوری ایستاده و مسیح خداوند کلیساست تا فصل 4 و بعد میبینیم که از فصل 7 تا 19 خداوند تاریخه، حاکم هست بر تاریخ. تاریخ از دست خدا بیرون نرفته. هدف کتاب مکاشفه اینه که به ایمانداران که در سختی ها بودند به اونها قوت قلب بده که خدا هنوز حاکمیت دنیا رو در دست خودش داره و هیچ چیز از کنترل او بیرون نیستش. بنابراین از 7 تا 19 که در واقع بیشترین جای تا 17 در واقع بیشترین فصول رو داره، خداوند تاریخ است. از 7 تا 19 ما در اونجا خداوند خداوندان، پادشاه پادشاهان رو میبینیم و از 19 تا انتهای کتاب میبینیم خدای قادر مطلق. بنابراین موضوع اصلی کتاب مکاشفه عیسی مسیحه، خداوند کلیسا، خداوند تاریخ، خداوند خداوندان و خدای قادر مطلق. و این متون در همین راستای آنچه که مسیح در متی فصل 24 و 25 صحبت میکنه در اون راستا جلو میره. حالا عیسی مسیح در این صحبت خودش که من فقط 14 آیه اولش رو شاید بتونم الان بهش نگاه بکنم، در این متن در رابطه با آمدن خودش، بازگشت خودش، چه نشانه هایی رو به کلیسا میده که کلیسا حواسش باشه که از این نشانه ها بدونه که آمدن خداوند نزدیکه. اگر به متی فصل 24 آیات 4 تا 8 نگاه بکنید، عیسی در اونجا به اینها اینطور میگه: بپایید کسی شما را گمراه نکند، از آن رو که بسیاری به نام من آمده خواهند گفت که من مسیح هستم. وقتی که میگه من مسیح هستم، منظور مسیح موعوده، یعنی آن مسیح موعود، آن نجات دهنده در واقع که در عهد عتیق خدا پیشگویی کرده که قراره بیاد و جلوی این ویروس بی‌نظمی رو بگیره و خلقت خدا رو نجات بده. و الا منظور مسیح که من مسیح هستم، منظور عیسی مسیح نیست، منظور مسیح موعوده که میان به اسم به اصطلاح میگن که من اون مسیح موعود، اون نجات دهنده عهد عتیق هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد و جنگ ها و اخبار جنگ ها را خواهید شنید، اما مضطرب مشوید، زیرا که وقوع این همه لازم است لیکن پایان است هنوز فرا نرسیده. زیرا قومی با قومی، مملکتی با مملکتی به ستیز برخواهد خواست و قحطی‌ها و وباها و زلزله‌ها در جایهای گوناگون به وقوع خواهد پیوست. اما همه اینها چیه؟ آغاز دردهای زایمانه. خیلی جالبه، دردهای زایمان. اگر شماها بچه به دنیا آوردید و یا شاهد بودید
که مادری داره بچه به دنیا میاره، اون قدیما مردا رو چیز نمیدادن، راه نمیدادن، ولی خدا رو شکر میکنم که الان این کار رو میکنن که شاهد هستن. وقتی درد زایمان شروع میشه خفیفه و بعد مثلا فرض کن یه 6 ساعت میگذره دوباره درد شروع میشه. اونایی که خیلی خولن تا درد شروع میشه میخوام برم بیمارستان. وقتی که میرسم به بیمارستان میگه کی اول درد شروع میگه درد مثلا 6 ساعت قبل داشتم، میگه برگه برو خونت، الان وقتش نیست. باید تناوب فاصلش کمتر بشه و درد شدیدتر، تا جایی که وقتی بگه کی بود درد قبلیت بگه 5 دقیقه، میگه بیا برو الان دیگه وقتشه. حالا در ادبیات نبوتی خیلی جالبه که برای داوری، برای مصیبت‌ها از این تمثیل درد زایمان استفاده شده. من فقط یه مورد دیگر رو براتون نمونه میگم. مثلا پولس از همین تصویر استفاده میکنه برای در رساله تسالونیکیان. در اونجا در فصل 5 آیه 3 میگه زیرا هنگامی که مردم میگن سلامتی است، هیچی نیست، راحت نشستن، گرفتن، خوابیدن، چی میشه؟ آنگاه هلاکت ایشان را ناگهان فرو خواهد گرفت، همچون درد زایمان که زن حامله رو چیکار میکنه؟ میگیره و رستگار نخواهند شد، یعنی نجات پیدا نخواهند کرد. پس میبینید که این درد زایمان تصویر خیلی روشنی هست برای افرادی که دارن پیام‌های نبوتی رو از زبان انبیا میشنوند. حالا آنچه که میخوایم الان صحبت کنیم، مسیح داره صحبت میکنه، نشانه ها رو به عنوان دردهایی که مثل درد زایمان میاد و بعد چی میشه؟ درد بعدی فاصلش کمتر میشه و از این تناوب مسیح داره میگه که حواستون باشه اون موقع خواهید گفته آمدن من، بازگشت من چی هستش؟ نزدیکه. این باعث میشه که ما چیکار بکنیم؟ چشمون رو باز نگه داریم و ببینیم که این علائم به چه شکل داره جلو میره. اولین چیزی که مسیح روش انگشت میذاره در فصل 24 آیات 4 تا 5 میگه که مسیحان دروغین ظاهر خواهند شد، نجات دهندگان دروغین ظاهر خواهند شد. بپایید کسی شما را گمراه نکند، از آن رو که بسیاری به نام من آمده خواهند گفت که من مسیح موعود هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. عین همین رو ما در رساله پتروس هم میبینیم، در رساله دوم تیموتائوس هم میبینیم. ببینید اون ویروس بی‌نظمی رو در نظر داشته باشید. وقتی که ویروس بی‌نظمی نظم دنیا رو داره به هم میریزه و وقتی که نظم دنیا به هم میریزه که هزاران بلایا و مشکلات برای انسان به وجود میاره، انسانی که در تفکر خودش خدا رو کنار گذاشته، در تفکر خودش مسیح موعود رو کنار گذاشته، نجات دهنده خدا رو کنار گذاشته، چی خواهد شد؟ به دنبال نجات دهنده خواهد بود. چه کسی ما رو از دست این بلایا نجات خواهد داد؟ و آماده خواهد بود که هر کسی که بخواد بیاد و یک راه حلی رو برای مشکلش به اونها عرضه بکنه، اونها رو به عنوان مسیح، به عنوان نجات دهندهش چیکار بکنه؟ بپذیره. ما در تاریخ از این افراد زیاد داشتیم و در واقع جلوتر از خود مسیح هم یه عده اومده بودن و گفته بودن ما مسیح موعود هستیم. لااقل به 2 تا از اونها غمالائیل اشاره میکنه. زبانی که میخواستن مسیح رو محاکمش میکردن که بکشنش، غمالائیل که استاد الهیات یهودی در اون موقع بود به اینها برمیگرد میگه حواستون باشه، به شورا میگه حواستون باشه چه کار دارید میکنید؟ برای اینکه ممکنه که در این محاکمه محاربه با خدا بشید. حواستون باشه. ببینید اگر در محاکمه عیسی نیست، در محاکمه پتروسه، در محاکمه پتروس و یوحنا میگه که در اعمال رسولان به اونها میگه که ببینید اگر اینها واقعا از جانب خدا هستن نمیتونید جلوشو بگیرید، ولی اگر از جانب خدا نیستن به یادتون بیاد یه یهودانامی بود ظهور کرد گفت من مسیح موعود هستم، یه در دور خودش جمع کرد و چی شد؟ از بین رفت. پس در تاریخ
قبل از عیسی مسیح ما افرادی رو داشتیم که خودشون رو به عنوان مسیح موعود مطرح بکنن، ولی کارشون به جایی نرسید. ولی بعد از ظهور مسیح ما خیلی از افراد رو داریم که میان و خودشون رو به عنوان نجات دهنده مطرح میکنن برای بشریت، انگاری که اونها بشریت رو از اون بلایایی که این ویروس بی‌نظمی داره به وجود میاره، خلقت خدا رو خراب میکنه، اونها نجات خواهند داد. ولی متاسفانه یکی بعد از دیگری میان و میرن. شما فقط به قرن 20 و قرن 21 نگاه کنید، چقدر در قرن 20 ما نجات دهنده های مذهبی داشتیم، ما نجات دهنده های فلسفی داشتیم که ظهور کردن و بشر نجات خودش رو در اونها شروع کرد جستجو کردن. ولی همه اونها قرن 20 به آخر رسید، اونها هم یکی بعد از دیگری محو شدن رفتند. و در قرن 21 هم این ادامه داره و دارن محو میشن میرن. مسیح داره مطرح میکنه که این افراد که مسیحیان دروغین هستن، نجات دهنده‌های دروغین هستن، شگردشون فریبه، شگردشون حیله هستش و اینها با این حیله های خودشون سعی میکنن که دنیا رو بفریبن و مطرح میکنه که این فریب به اوج خودش خواهد رسید زمانی که دنیا وارد آن مرحله مصیبت عظیم میشه که در هفته 70 نبوت دانیال داره اونو مطرح میکنه. پولس ببینید که در این رابطه چی میگه. در دوم تسالونیکیان فصل 2 آیات 7 و 8 میگه زیرا که آن راز بیدینی همکنون کار میکنه. یعنی قویاً این روح فریب داره کار میکنه. اگر در زمان پولس قویاً داشت کار میکرد، ببینید الان که این ویروس کماکان داره میره جلو، خیلی سریع میره جلو، چقدر قوی‌تر از اون موقع داره کار میکنه. آن راز بیدینی همکنون داره کار میکنه، فقط تا وقتی که آن که تا به حال مانع است از میان برداشته بشه. آنگاه آن بیدین آشکار خواهد شد که عیسی خداوند او را به نفس دهان خود هلاک خواهد کرد و به تجلی ظهور خویش او را نابود خواهد ساخت. این دعای خیلی آیه مهمی هست برای اینکه یک نگرش به خصوصی رو باز میکنه برای کلیسا. داره پولس در واقع از این زاویه بهش نگاه کنیم، داره اینو مطرح میکنه که برای ظهور آن بیدین، آن شبه مسیح، آن دجال، اونی که قرار تمامی دنیا رو به دنبال خودش بکشه و قرار مصیبت عظیم رو، کشت و کشتارها رو مدیریت بکنه، میگه این ظهور نخواهد کرد تا آنکه مانع برداشته بشه. و مطرح میکنن که تنها مانعی که برای ظهور این بیدین وجود داره کلیساست، که اشاره میکنن که کلیسا پیش از ظهور دجال چی خواهد شد؟ خواهد رفت به آسمان، روبوده خواهد شد و بعد اون مصیبت عظیم شروع خواهد شد، بعد اون کشت و کشتارها شروع خواهد شد. این یکی از نگرش هایی که به این قضیه دارن به اصطلاح نگاه میکنن. ولی هیچ چیز در واقع شک و تردید درش به وجود نمیاره که یک چنین کشت و کشتاری شروع خواهد شد. برای همینم مسیح میگه که مؤمنین من بپایید، کسی شما رو فریب نده. و لغتی که برای بپایید داره به کار میره یعنی که چارچشمی مثل یک نگهبان چشاتون رو باز نگه دارید و همینطور نگاه بکنید، مبادا فریب بخورید، برای اینکه دنیا قویاً در دست این مسیحان چخان، در دست این نجات دهنده های چخان با فریب و نیرنگی که دارند اسیر خواهد شد.
و وقتی که ما به کتاب مکاشفه نگاه میکنیم، این انبیای دروغین، این نجات دهنده ها، میبینیم که خودش رو در تمثیل وحش نشون میده در فصل 13 مکاشفه، که خود این وحش دارای قدرت زیادی معجزات انجام میده، از آسمان آتش میاره برای اینکه، یا وانمود میکنه که داره میاره، وانمود میکنه که قدرت داره که مسیحیان رو هم، مؤمنین رو هم فریب بده و بعداً راه رو باز میکنه برای اینکه یک وحش دیگر، دوباره یه تمثیل دیگه، یه وحش دیگر که دجال ضد مسیحه یا شبه مسیحه، چیکار بکنه؟ ملت رو به پرستش او واداره. و اونجاست که میبینیم که این وحش دیگر که بزرگتر از وحش قبلی هستش مورد پرستش قرار میگیره. بنابراین اولین چیزی که مسیح داره مطرح میکنه و هشدار میده اینه: مسیحان دروغین، نجات دهنده های دروغین خواهند اومد و برای مشکلاتی که این ویروس بی‌نظمی به وجود میاره هی با خودشون راه حل خواهند آورد تا مردم رو بفریبن و دنبال خودشون بکشن. شما حواستون باشه که فریب نخورید. ما چجوری حواسمون باشه که فریب نخوریم؟ حالا فکرشو کردید؟ اگر من الان در این کلیسا یه دونه، معذرت میخوام، فلج بیاد، 2 تام کور بیان، یه دونم سرطانی بیاد و من اونا رو شفا بدم، چیکار میکنید با من؟ فریب قوی خواهد بود. این یارویی که قراره بیاد، اینها با این قوات خودشون چیکار خواهند کرد؟ شروع خواهند کرد از این کارها کردن و افرادی که ساده هستن، افرادی که برای مشکلات خودشون دنبال میانبر هستن، پشت سر اینها راه خواهند رفت، پشت سر اینها سینه خواهند زد. در مملکت ما مردم چاه رو نگاه می‌کردند و به دنبال نجات دهنده بودند. نگید اتفاق نخواهد افتاد. مردمی که مستحصل هستند، افرادی که احتیاج به شفا و قوت و برکت دارند، برای مشکلاتی که توش هستن دنبال راه حل می‌گردن، از دم مار هم آویزون میشن. ما چطور میتونیم بپاییم؟ حالا فکرش کردید؟ خداوند کلام خودش رو برای ما گذاشته، خداوند روح القدس رو برای ما گذاشته و خداوند رابطه 2 طرفه رو برای ما گذاشته. مسیح در یوحنا فصل 10 چی داره میگه؟ میگه گوسفندان من صدای مرا میشنوند و میشناسند، دنبال چوپان دیگر نمیرن برای اینکه صدای منو میشناسند. برای اینکه ما گمراه نشیم، برای اینکه این مزدورها، این افرادی که با حیله و فریب میخوان دنیا رو دنبال خودشون بکشن و بیشتر از همه کلیسا رو دنبال خودشون بکشن، برای اینکه ما فریب نخوریم، لازم هستش که صدای شبان خودمون رو بشناسیم. میشناسیم؟ پس میبینید که برای اینکه بپاییم لازم هستش که زندگی ما یک سری تغییرات درش صورت بگیره. برای اینکه ما همین الانشان عزیزان، یه خورده که جلوتر برم در مورد نشانه‌های دیگه، خواهید دید که درد زایمان، تناوبش، فاصله زمانیش داره کمتر و کمتر و کمتر میشه. ما در روزهای آخر داریم زندگی میکنیم. مسیح اینا رو نگفت که بترسیم، مسیح اینها رو گفت که ما بیدار بمونیم، از این زندگی باری به هر جهت خودمون رو بکشیم بیرون، بیدار بمونیم. سوال باید از خودمون بپرسیم: اگر مزدور بیاد، من میتونم صدای او رو از صدای شبان خودم تشخیص بدم؟ اگر نتونم، وای بر من.
این رو مسیح داره خودش میگه. همون مسیح که در روی زمینه و میگه یکدیگر رو محبت کنید، داره به ما هشدار میده که حواسمون باشه. مورد دیگه‌ای که مسیح داره مطرح میکنه، میگه جنگ ها و اخبار جنگ ها و شایعات جنگ ها. نشانه دیگرش این هستش، دائم صحبت از جنگ. اتفاقا فعلی که در اینجا داره به کار برده میشه در خودش تداوم داره، یعنی اینکه شما هی میشنوید، دائم صحبت از جنگه، دائم شایعه جنگه، دائم آقا شنیدی که مرزها لشکر فلان مملکت در سر مرزش جمع شده؟ شما فقط نمیخواد قبل نگاه به قرن 20 نگاه کنید، ما چقدر جنگ ها داشتیم، جنگ های کشورها، جنگ های درون کشوری، جنگ های مرزی، جنگ های تروریستی، جنگ های قبیله کشی، همینجور جنگ. شما یه لحظه تصور کنید که دائم تلویزیون رو باز کنید و دائم تلویزیون از جنگ صحبت کنه. چقدر جالبه که در این قضیه پوتین شوروی چقدر دنیا در ترس فرو رفت. آیا جنگ جهانی سوم شروع داره میشه؟ حالا شما یه لحظه تصور بکنید که از اون طرف آمریکا شروع کنه به اینکه بمب‌های اتمی خودش رو چیکار کنه؟ امتحان بکنه. کره شمالی که شروع کرد این کارو کردن، شوروی که موشک‌های قاره پیمای خودش رو داره چیکار میکنه؟ گورهای دست جمعی داره در اوکراین به وجود میاد. شوروی میگه که اروپا از ترس اینکه جنگ جهانی سوم به وجود نیاد به ما حمله نخواهد کرد. برنامه اقتصادی اومد. یکی از کشورها که اسم نمیبرم برگشت گفت که برنامه اقتصادی هیچ کاری نمیکنه، اونقدر دارن که چی میگن خودشون رو نجات بدن. پس میبینید که شما تمامی تلویزیوناتون الان، اینستاگراماتون، حتی تلویزیون من و توتون داره همینطور اخبار جنگ هاست. حالا شما اینو 100 برابرش کنید، چه اتفاق به وجود میاد؟ ترس، وحشت زندگی شما رو مچاله میکنه. دیگه نمیتونید بخوابید. خیلی همین الانش نمیتونن بخوابن. و مسیح داره میگه که اینها اتفاق خواهد افتاد. و وقتی که اینها اتفاق میفته، مسیح نمیگه اگر اتفاق بیفته، میگه اینها اتفاق خواهد افتاد. زمانی که داره اتفاق میفته چشاتون رو باز نگه دارید برای اینکه آمدن من نزدیک پایان این عصر هنوز نیست. این شروع دردهای زایمانه، بدتر از اینها در راهه. یادتون هست برای شما اول سال صحبت کردم و گفتم سال سختی رو در پیش خواهیم داشت؟ شاید اون موقع شما توجه نکردید من چی میگم. سال سختی رو در پیش خواهیم داشت. از خودم در نیاوردم، نبوتم نکردم، به کلام خدا نگاه کردم، به نشانه ها نگاه کردم و ببینید که ویروس بی‌نظمی همینطور که داره میره جلو، همینطور داره ضایعات به وجود میاره و ما با بلایهای زمینی و آسمانی و زیرزمینی قراره که روبرو بشیم. موضوع دائمی در زبان مردم جنگ ها و وحشتی خواهد بود که از این اخبار در زندگیشون میفته. و جالب اینه که مسیح میگه که این تازه شروع زمان آخره. جنگ ها و اخبار جنگ ها را خواهید شنید. مضطرب مشوید. جالبه مسیح، ما از ترس دندونامون به هم کلید شده، مسیح میگه مضطرب مشوید. میدونید چرا؟ در این کنترل در دست اوست. خدا حاکمیت خودش رو از دست نداده. برای همینم میگه که اگه تو ایماندار به من هستی و اینها رو میبینی، اینها برای اینه که تو بیدار بشی، برای اینه که خودت رو بیدار نگه داری، برای این نیستش که بترسی، برای اینکه من باز خواهم گشت. من باز خواهم گشت. شما نترسید، مضطرب مشوید. وقوع همه اینها لازمه.
ولی پایان عصر هنوز فرا نرسیده. مورد سوم، برای اینکه جلوتر برم که بتونم تمامش کنم، میگه که در جاهای مختلف قحطی‌ها خواهد بود، طاعون‌ها خواهد بود، زمین لرزه‌ها خواهد بود. اینا بلایای زمینی. خب حالا خدا جهان رو در نظم و قوام ترتیب داده، بی‌نظمی وارد شده، دیگه هیچ چیز خود بقا نیست. هیچ میدونید که تمامی این منظومه شمسی که ما الان داریم داره میره به طرف سیاهچال؟ یعنی که منظومه شمسی خواهد افتاد توی سیاهچال. همه بالکل زمین و تمامی این سیارات با منظومه شمسیش میرن تو سیاهچال. داریم بهش نزدیک و نزدیکتر نزدیک. چرا؟ برای اینکه دیگه هیچ چیز در اون نظمی که خدا گذاشته قرار نداره، که نظم به هم ریخته. و چون نظم به هم ریخته، زلزله ها خواهد بود، قحطی ها خواهد بود. همین الانش دارم مطرح میکنن که به خاطر این قضیه که در اوکراین اتفاق افتاده که تمامی زمین های گندم اونجا رو از بین بردند با بمب، امسال از نظر گندم ما قحطی خواهیم داشت. دارم مطرح میکنن میزان مواد غذایی که زمین میتونست به بشر بده کمتر و کمتر و کمتر و کمتر داره میشه. دیگه قوت خودش رو زمین از دست داده. چرا؟ برای اینکه زمین نیروی خودش رو نمیتونه دیگه قوام بده، نمیتونه دوباره خودش رو بازسازی بکنه که برکت خودش رو بده. همون ایران خودمون رو نگاه کنید، میزان آبی که در سدها وجود داشت. یه دونه عکس من دیدم در اخبار من و تو، نوشته بود که اینجا لطفاً شنا نکنید، خطر غرق شدن وجود داره، ولی آبی نبود که کسی اونجا شنا کنه. خشکه. دنیا داره به طرف بی آبی میره. هنوز بهتون نمیگم قطب داره آب چیزاش داره آب میشه. حالا اونا رو ول کنیم. بنابراین قحطی ها خواهد بود، وباها، کووید 19. فکر میکنید آزاد شدیم؟ کووید 20 داره میاد، کووید 21 هم خواهد اومد، کووید 22 هم خواهد اومد. برای اینکه شما نترسید، در کووید 23 اسمش عوض میکنن. آنچه که مسیح داره میگه اینه، من به حرف مسیح دارم گوش میکنم، باورش میکنم که این داره میره جلو، تناوب داره کمتر و کمتر و کمتر میشه. جوری خواهد شد که کووید 20 رو از هنوز تمومش نکردیم، 21 شروع خواهد شد. میدونید این حرفای مسیح رو چه کسی بیشتر از کلیسا باور کرده؟ هالیوود. شما فقط نگاه بکنید ببینید که در این 5 سال اخیر چقدر فیلم ساخته شده در رابطه با اینکه دنیا زامبی میشه، در رابطه با اینکه ویروس میاد همه رو میکشه. من میتونم همین الان 10 تا فیلم خیلی معروف رو براتون بگم که دارن از نابودی دنیا، از مرگ و میر و وبا و قحطی و ویروس دارن صحبت میکنن و دقیقاً همونطور که مسیح گفته داره اتفاق میفته. حتی جلوی چشمون هستم نمیخواهیم باور کنیم که مسیح چی داره میگه. وباها، قحطی‌ها. حالا لوقا 21 آیه 11 رو اگر نگاه بکنید که پارالل هست، موازی هست با آنچه که متی در این فصل میگه، در اونجا یه دونه واژه دیگه هم لوقا بهش اشاره میکنه، وباها، قحطی‌ها، و بعد مطرح میکنه چی؟ علامات بزرگ در آسمان. این علامات بزرگ در آسمان چیا هستند؟ شهابی داره به سرعت به زمین نزدیک میشه، سنگ ریزا همینطور دارن فرو میریزن. آخرین فیلمی که من دیدم در رابطه با همین سنگ ریزه فرو ریختن مونفالینگ بود. نمیدونم شما دیدید یا نه، الان شاید تو سینما هستش. چطور همینطور سنگ ها، شهاب ها بر زمین دارن فرو میریزند. یوئیل نبی مطرح میکنه که در این زمانها آفتاب تاریک خواهد شد، ماه دیگر نور خودش رو
نخواهد داد. اگر به این نشانه سوم نگاه بکنیم کاملا مشخصه که ویروس پیشرونده بی‌نظمی به جایی رسیده که قوام و نظام زمین رو بالکل از بین داره میبره و نه فقط زمین رو بلکه فضا رو، بلکه سیاراتی رو که در فضا قرار دارن داره همه رو از بین میبره و بشریت داره میره به طرف گرسنگی، داره میره به طرف قحطی. شما می‌بینید که بعد از فریدون ما اینجا اومده بودیم که پیام امید از شما بشنویم. الان که تو خونه میریم دست و پامون همینطور داره میلرزه. بهتره بلرزه که بیدار بمونید تا اینکه خوشخوشانی برید خونه و خواب بمونید. اینو مسیح میگه، من که نمیگم. مسیح داره همه اینها رو عنوان میکنه و میگه که تازه اینا اولشه، بدتراش هنوز نیومده، رفته رفته سخت‌تر و سخت‌تر و سخت‌تر خواهد شد. داره وقت من تموم میشه. بذارید از کتاب مکاشفه در این رابطه براتون بخونم که چرتتون بیشتر پاره بشه. در مکاشفه یوحنا در اونجا میبینیم که مسیح مهر 4 رو میشکنه. در کتاب مکاشفه ما 3 تا 7 داریم. 7 مهر داریم، 7 پیاله داریم و 7 شیپور. حالا مهر 4 رو میشکنه و میگه مرگ و عالم مردگان بر دنیا چیکار میکنه؟ استیلا مییابه. و دیدم که اینک اسبی پرید رنگ کرد و کسی بر آن سوار شده که اسم او مرگ است و عالم مردگان از عقب او می آید و به آن 2 اختیار بر 1/4 زمین داده شد تا به شمشیر و قحط و مرگ و با وحوش زمین را بکشند. مکاشفه 6 آیه 8. بعد در شکستن مهر 6 زلزله بسیار بزرگ میبینیم که دنیا رو به کام خودش میکشه که باعث ترس و وحشت زیادی میشه. در مکاشفه 6 12 تا 15 میبینید چون مهر 6 رو گشود دیدم که زلزله مهیب واقع شد و آفتاب همچون پلاس پشمی سیاه گردید و تمامی ماه هم همچون خون گشت و ستارگان آسمان بر زمین فرو ریختند. ستارگان آسمان بر زمین فرو ریختند مانند درخت انجیلی که از باد سخت به حرکت آمده میوه‌های نارس خود را می‌افشاند. یعنی سنگ‌ها همینطور مثل باران دارن فرو می‌ریزن و آسمان چون توماری پیچیده شده از جا برده شد و هر کوه و جزیره از مکان خود منتقل گشت و پادشاهان زمین و بزرگان و سپهسالاران، دولتمندان و قدرتمندان و هر غلام و آزاد خود را در غارها و صخره‌های کوه پنهان کردند یا در بانکرها. دیدید تو این فیلم‌ها رئیس جمهور رو آنور میبرن در بانکر که اونجا مثلا بمب اتم کاری نخواهد کرد یا این ستاره نخواهند رفت. اون موقع اینها رو میبینه و داره مینویسه و الان ما داریم میبینیم که اتفاق داره میفته و این بلا در سطح خیلی گسترده‌ای خواهد بود. یه چیزی در سطح طوفان نوح و تازه وقتی که مهر 7 شکسته میشه میگه که 7 فرشته ظاهر شدن با 7 شیپور در دستشون که این شیپورها نشانه داوری خداست. دیگه در این مقطع از محبت خدا خبری نیست عزیزان. خدا دیگه ایستاده برای این که عدالت رو برقرار بکنه، ظلم رو از بین ببره، ظالم رو از بین ببره. داوری خداست و در اونجا داره مطرح میکنه که این فرشته‌ها بخورسوز در دست خودشون دارن که دعای مقدسینه. میدونید چه دعاهایی هست؟ مقدسینی که در عذاب بودن و میگفتن تا به کی ای خداوند، تا به کی عدالت رو جاری نمی کنی؟ و خداوند ایستاده، الان عدالت رو جاری میکنم، الان دادخواهی میکنم برای تمامی اون عذابهایی که به شما داده شده. چون اولی بنواخت تگرگ و آتش با خون آمیخته شده اومد رو زمین و 1/3 درختان سوخته و هر گیاه سبز سوخته شد و فرشته دوم، ببینید چه بلایی میاد،
فرشته سوم، چهارم، پنجم، ششم که این نشان دهنده داوری خداست. به اندازه کافی فکر کنم قیافاتون رفته تو هم. بذار بقیه اون 3 نشانه رو در یه فرصت دیگه بهتون بگم. ولی الان چاقو رو در میارید، حالا که اینجوره ما دیگه برای چیزه نه. ولی مسیح اینا رو نگفت که بترسید. اگه نگفت بترسیم پس برای چی داره میگه؟ اگر کتاب مکاشفه اینقدر داره دقیق مینویسه، برای چی داره مینویسه؟ برای من و شما داره مینویسه که بدونیم که خدا کنترل رو در دست خودش داره. خدا برای کلیسای خودش برخواهد گشت. من به شخصه باورم این هستش که قبل از اینکه اون مصیبت عظیم برسه، خدا میاد کلیسا رو میبره. من بر این باورم، بر اساس اون آیه‌ای که براتون خوندم. البته باورهای دیگرم که دیگران دارن من کاری ندارم، اونها هم اعتبار داره، ولی من دلم میخواد اینو باور کنم که مسیح میاد برای کلیسای خودش و ما رو میبره در آسمان، زمانی که اوج مصیبت ها هست در آسمان. عروسی بره است در فصل 4 و 5 کتاب مکاشفه، که در اونجا مؤمنین بر اساس اعمال خودشون پاداش خواهند گرفت. نجات رو دارن ولی پاداش خواهند گرفت. من میخوام این رو باور کنم. من میخوام با این امید مبارک زندگی کنم. شما یه لحظه تصور بکنید تمامی اینها هست ولی فرد امید مبارک خودش رو نداره. شما یه لحظه تصور کنید تمامی این دردهای زایمان، بلایا داره اتفاق میفته ولی افراد امید مبارکی ندارند برای اینکه نجات دهنده خواهد اومد. اونها چه باید بکنن؟ من و شما عزیزان ما امید مبارک داریم. مسیح اینها رو از قبل به ما گفت که چی نشیم؟ مضطرب نشیم. دست و پامون رو گم نکنیم. ترس به وجود ما فرو نریزه. بلکه چیکار کنیم؟ بلکه به قوت بایستیم بگیم دمت گرم مسیح جان، قبل از اینکه اتفاق بیفته تو همه اینها رو به ما گفته ای که ما بیدار بمونیم. دمت گرم. هیچ چیز مثل کتاب مقدس عالی نیست. من برای همین کتاب مقدس رو دوست دارم، برای همین کتاب مقدس رو باور دارم، برای اینکه هر چی که درش هست مو به مو داره اتفاق میفته. مو به مو داره اتفاق میفته و چون داره مو به مو اتفاق میفته میدونم که خداوند من خواهد اومد، با مقدسین خواهد اومد و کلیسای خودش رو بالا خواهد برد. دیگران اگر چاقو بردارن خودکشی بکنن که در این مصیبت ها نباشن، اتفاقا من بیشتر و بیشتر تهییج میشم که پیام رو برسونم، برای اینکه میگم وقت کمه. آیا دلتون میخواد خانواده هاتون نجات پیدا نکرده وارد یک چنین مصیبتی بشن؟ آیا دلمون میخواد مملکت ما نجات پیدا نکرده؟ منظورم نجات اقتصادی نیست، منظورم نجات سیاسی نیست، منظورم نجات واقعیه. و الا این رژیم میره یه رژیم بدتر میاد. منظور من نجات واقعیه، ابدیته، امید مبارکه. پس اینها باید ما رو انگیزش بده، نه فقط اینکه بیدار بمونیم، بلکه بر تلاش خودمون اضافه کنیم که بیشتر و بیشتر برای ملکوت خدا جمع کنیم. بنابراین بخندید. مضطرب نشید. دفعه بعد دوباره میام حالتون رو میگیرم با 3 نشانه دیگه. بعد آخر سر یه سری حرفای تشویق‌آمیز میزنم بهتون که باز بیدار بمونید، باز بتونید بر خداوند اعتماد بکنید که اون خداوند از قبل اینها رو به من گفته که من نترسم. مضطرب نشید. باید سرپا بایستیم.